در شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند وابسته به وضع ماکرواقتصادی و فعالیت نظام بانکی ولایت سوخت در سال 2025 نشست مطبوعاتی دایر گردید. سردار شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند ضمن تحلیل نشاندهنده‌ها در دوره حساباتی تاکید نمود که در این دوره با مقصد عملی نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تدبیرهای سودمند اندیشیده شد. به اطلاع نامبرده نشاندهنده کوتاه مهلتی رشد منطقه در سال 2025 به 49.1 میلیارد سومانی و سرعت افزایش به 107.3% برابر گردیده، حصه آن در نشاندهنده رشد اقتصادی جمهوری به 27.8% رسانیده شد. گردش سودای خارجی باشد در ولایت سوخت در سال 2025 به 4.5 میلیارد دلار برابر گردیده، نسبت به همین دوره سال گذشته 37.5% زیاد شده است. در این دوره با مقصد بهتر نمودن خدمترسانی بانکی، دستگیری صاحبکاری، جلب سرمایه به نظام بانکی و دیگر سمت فعالیت توجه روانه گردیده، نشاندهنده‌ها نظررس ارزیابی گردیدند. حالا در نظام بانکی ولایت سوخت بانک‌های مستقل، تشکیلات‌های امانتی قرضی خرد، فوندهای قرضی خرد، مرکزهای خدمترسانی بانکی و مرکزهای خدمترسانی مبلغ‌گذاری خرد فعالیت خود را به راه ماندند. گفته شد که در نظام بانکی ولایت سوخت امروز 6381 نفر فعالیت دارند و 45% کارمندان را زنان تشکیل می‌دهند. با تاکید سردار شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند دوام سال 2025 حجم سرمایه‌گذاری خارجی به نظام بانکی نسبت به همین دوره سال 2024 افزوده است. در این دوره در سمت جلب امانت‌های مهلتناک شخصان واقعی تدبیرهای سودمند عملی گردیده، در قیاس به همین دوره حساباتی سال گذشته 25.7% زیاد شده است. با مقصد وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی در وسیع نمودن انفراساختار پرداختی، رشد خدمترسانی‌های فاصله‌ای بانکی برای خدمترسانی دارندگان کارت‌های پرداختی بانکی و تأمین فعالیت منتظم آنها، شعبه بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند در یکجایگی با تشکیلات‌های قرضی مالیوی تدبیر اندیشی نموده است. گفته شد که در دوره حساباتی با مقصد بلند برداشتن باوری و اعتماد اهالی به نظام بانکی با راه تأمین حمایت حقوق استعمال کنندگان خدمترسانی‌های نظام بانکی، مراجعت شهروندان طریق خطی، شفاهی و به واسطه تلفن باوری قبول کرده شده است. در نشست مطبوعاتی دایر به مسئله‌های قرض‌های داده شده، صندوق قرضی، تعداد کارت‌های پرداختی، انفراساختار پرداخت نقدی و غیر نقدی معلومات پیشنهاد گردید. نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه وابسته به موضوع‌های مورد نظرشان به راهبریت شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند سوال پیشنهاد نموده پاسخ‌های مشخص گرفتند.